سلام بچه ها، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. تو این ویدیو میخوام بهتون بگم که چطوری میتونیم ارور سایت های مختلف رو حل کنیم. خیلی وقتا شده که شما یک کانفیگ ویتوری میسازین و میبینید مثلا سایت اسپاتیفای کار نمیکنه، تو گوگل مثلا ارور 403 میاد، یا مثلا یه سایت فلان، یه سایت بروکر باز میکنین فیلم پخش نمیکنه، یا فلانجا کامنت ها باز نمیشه. یه سری باگ هایی هستش که تو یه سری سایت ها میشه، تو یه سری سایت ها نمیشه و کلا این کار دوستان امنیت هم میبره بالا و احتمال فیلتر شدن آی پی هم به حد نسبتاً به حد چند درصد هم میتونه امنیت شما رو ببره بالاتر. این کار خیلی ساده هستش، بریم با هم انجامش بدیم. اول از همه دوستان من یه سرور بالا آوردم. مثلا من یه سرور از ولتر گرفتم و الان از طریق مثلا برنامه مثل پاتی واردش شدم. الان دوستان باید چیکار کنم؟ خب الان این که من آوردم بالا، اول از همه دوستان یه حرکت انجام میدیم که احتمال ببره بالاتر. ببینید این پنل من هستش که یه پنل صنایعی روش نصب کردم و یه لاگینی بکنم بهش. ببینید دوستان اگه IPv6 داشته باشین، اینجا وقتی رو IPv6 نگه میدارین نشون میده، اما من اصلا نداره. خب اما شما اگر داشتین و اینجا رو IPv6 نشون داد IPv6 تون رو و با IPv6 هم کار نمی کردین، این کاری که میگم رو انجام بدین تا ارزم به خدمتتون که این ارور به احتمال خیلی زیاد حل شه، مخصوصا ارور 403 گوگل. برای این کار دوستان اول از همه یه فایل براتون در اختیارتون گذاشتم. اگر سیستم عاملتون اوبونتو هستش، بیاین این دستور رو کپیش کنید، اینجا پیست کنید، اینتر رو بزنید و دستور دوم رو کپیش کنید، پیست کنید، اینتر رو بزنید. دستور سوم هم به همین شکل دوباره کپیش کنید، تو محیط سرور پیست کنید، اینتر کنید و دوباره دستور آخر رو یک کپی کنید، پیست کنید، اینتر کنید. الان دوستان ارور 403 شما حل میشه. اگر هم با سیستم عامل دیبیان 11 هستین، تو توضیحات ویدیو آموزش حل این مشکل در اون سیستم عامل هم گفتم. بگذاریم الان میخوام برم سراغ اصل ویدیو و نصب وارپ. شما دوستان با نصب وارپ ارور اسپاتیفای و اکثر وبسایت های معروف رو میتونین حل کنید. حالا چه جوری؟ خیلی دوستان ساده است، فوق العاده ساده است. همینطور که گفتم تو این فایلی که براتون گذاشتم، خب این اول دوستان سایت رسمی خود این پروژه وارپه که حالا اگه احیانا دوست داشتین میتونید یه نگاه کنین توش، به صورت کامل کدها رو براتون نوشته و طرز کارش، اما من خیلی ساده بهتون توضیح میدم تا نصب کنیم بریم جلو. شما دوستان اینجا که نوشتم اینستال وارپ 2 نقطه، بیاین این دستور رو کپیش کنید، این دستور رو، بعد وارد محیط سرور شین، این رو پیست کنید، صبر کنید نصب یه مقداری طول میکشه. و نکته هم که هستش اینه که وقتی این تموم بشه دو تا گزینه میاره. اولی رو باید گزینه 1 رو بزنیم، دومی هم گزینه 2. چون چینیه فقط همین 1 و 2 رو بدونیم که بعد بزنیم که دیگه گیج نشیم، که الان با هم انجام میدیم. صبر میکنیم تا این تمام شه، وارد این مرحله شدیم. اول از همه دوستان اینجا گزینه 1 رو، عدد 1 رو میزنیم، اینتر میکنیم، یه مقدار صبر میکنیم. اینجا دوستان یه سری گزینه برامون آورده. اگر اولی رو بزنید به طور کامل تمام ترافیک شما میره رو وارپ، که خب طبیعتا باعث کاهش سرعت میشه. اما چون ما یک سری سایت های خاص مد نظرمونه، عدد 2 رو میزنیم، اینتر رو میزنیم و به همین سادگی و راحتی برای ما حل شد و اوکی شد. همونطور که میبینی خودش هم داره به من میگه تو IPv6 تو خاموش کردی، که خب ما با هم انجام دادیم. صبر میکنم این تموم بشه. خب ظاهراً موفقیت آمیز بود. یک کلید وارپ هم براتون فعال کرد که ببینم فلان بین اصلا نمیتونین همچین حجمی مصرف کنین و با موفقیت آمیز تموم شد. هر وقت هم دوستان خواستین آنینستال کنین، یه ترجمه گوگل بگیرین، ببینید تو این لیست کدوم زده آنینستال و عدد اون رو بزنید پاک کنین. برای اینکه این لیست هم براتون بیاد کافیه همین لینک رو دوباره واردش کنید به همین سادگی. اگر هم 0 رو بزنید از این محیط اکسیت میشه، میاد بیرون. خب الان دوستان ما باید چی کار کنیم که این وارپ عمل کنه؟ وارد بخش پنل ستینگ میشیم، وارد بخش X-ray configuration میشیم و میایم تو بخش advanced template و اینجا میایم outbound رو میزنیم، این گزینه. و دوستان این
کدی که براتون اینجا گذاشتم این و رو هم حتما کپی کنید با این وش تا اینجا. اینو کپی میکنید و وارد پنل میشیم. تو بخش ادوانس تمپلیت، بخش کانفیگوری آف آوتباند میایم اینجا این ستینگ رو میبینید، یه اینتر بزنید اینجا، اینو پیست کنید به همین سادگی. بعد هم بیایم تو بخش منوال لیست، بخش لیت وارپ دامینز، اینجا رو بزنید. اینجا دوستان یه دوتا از این کوروش ماننده بید، اینو اینتر بزنید بینش فاصله بیفته. اینجا یه دونه و بذارین، حتی اولیو نمیخواد، یه دابل کوتیشن دوستان اینجا تایپ کنین که دابل کوتیشن همونه که بغل اینتر هستش. عموما دوتا دابل کوتیشن اینجا باید بذارین. این دو بین این دو تا، تو این دو دابل کوتیشن باید اون سایتی که براتون مشکل داره رو وارد کنین که ترافیک روی اون عبور کنه. مثلا google.com بفرض، یه دونه و میذارم، یه دونه اینتر میکنم، میام پایین مثلا میزنم بفرض spotify.com، نمیدونم spotify.com بود، ببخشید من حواسم نبود. این رو باید بین داخل دابل کوتیشن وارد کنید و بعد میاین دوستان اینجا سیو رو میزنید و ریستارت پنل رو اینجا بزنید، شو رو بزنید تا تمام این تغییرات براتون اعمال شه و باید مشکلاتون حل بشه. امیدوارم دوستان این ویدیو مفید بوده باشه. اگر این ویدیو مفید بوده لطفا ویدیو رو لایک کنین، چنل رو سابسکرایب کنین، تو کامنت هم حتما نظرتون رو بنویسین، هر مشکلی که داشتین بگین، هر راه حلی هم که داشتین ممنون میشم که بگین. حتما هم تو کانال تلگرام ما عضو بشین. تا ویدیوی بعدی، بدرود.